کجای طالب به اسلام سازگار است؟ طالب نان مطابق سنت رسول الله نمیخورد. نان بسیار چیزی عادی است، نان خوردنش به سنت رسول الله برابر نیست. ملتداری و سیاست که به گفت کلان بزرگ است که به اسلام برابر باشه. تعامل خانوادهش به اسلام برابر نیست. چه جایی که او نماینده اسلام باشه؟ آداب معاشرت در جامعه، در خانه، در بیرون، در داخل او به اسلام برابر نیست. طالب دیدید شما گوسفند استاد میخوره، طالب شما ببینید نان خوردن طالب ببینید کجای ازی به اسلام میمونه؟ طالب هیبت الله مسلمان باشه 50,000 نیرویش در بغلان پنشیر چی میکنه؟ کدام یهودی را جستجو داره؟ کدام نصرانی را تعقیب داره؟ کدام مثلا خارجی را تعقیب داره؟